دیگه دوست ندارم، ندارم، لجه تو رو در میارم من 100 برابر. وارد برنامه اینشاد میشیم، از قسمت ویدیو نیو رو میزنم و یه ویدیو انتخاب میکنم. دیگه تاییدش رو میزنم، از قسمت کنواس سایزش رو 9:16 میکنم. حالا ویدیو من تمام صفحه و 9:16 هست. دیگه تاییدش رو میزنیم، از قسمت تکست یا نوشتن این قسمت تکست هم میزنیم و یه متن تایپ میکنیم. نکته مهم اینه که متنتون رو باید زیر هم بنویسید. الان چون من متن این خواننده که میخونه چون طولانی هست توی تلگرام قبلا تایپ کردم، کپی میزنم و برمیگردم توی اینشات همون قسمت پست میزنم به این صورت و متنم روی ویدیو برام نشون میده. بعد دیگه تاییدش رو میزنیم، این لایه رو تا آخر میکشیم تا روی کل ویدیومون اجرا بشه. بعد با انگشتمون متنمون رو به پایین میکشیم تا به اول متن برسیم. به این صورت یک کیفریم اول لایه بهش میدیم، بعد لایه‌مون رو تا آخر میکشیم و برمیگردیم روی ویدیو و دوباره با انگشتمون نوشتمون رو به بالا میکشیم که به آخر متن برسیم. به این صورت دیگه کارمون تمومه. دیگه تاییدش رو میزنیم و به اول لایه برمیگردیم و اجرا میکنیم. دیگه دوست ندارم، ندارم، لجه تو رو در میارم